نسخه کاری است از ایرج فرشته. یک شیشه الکل برای ضد عفونی سریع زخم‌ها و بریدگی‌های چرکگیری شده. تمام 365 زخم قید شده در ریپورت. 24 واحد مورفین در روز برای خواب بی‌وقفه بعد از گندزدایی کامل بدن. مدت خواب نامحدود تا ریکاوری محسوس. 3. به مدت 7 روز هنگام خواب 3 سرم کابوس صبح ظهر شب تزریق شود برای افزودن قوای روانی و ترمیم جراحات ذهنی. سرم اول سرم زلزله استفاده شود برای ویرانی کامل زیرساخت‌های کج شهری شامل مراکز سیاستگذاری کنترل، برای انهدام لانه‌های اختصاصی در نقاط کور و به منظور ایجاد همبستگی همگانی و ارتباط مستقیم انسانی از طریق افزایش سریع درد و ویرانی زلزله‌وار. قبل از استعمال سرم را با احتیاط تکان دهید. سرم دوم سرم شبیخون برای تزریق پهپادها، شهابها و شیههای آواره منطقه به اشباح اتراق کرده در مورگ‌های کهن، به انهدام بیرحمانه خاطرات سیاه و بدخاطر سازان سیاه و سفید و طلایی و سبز و بنفش. هدف نهایی قتل عام مطلق سایه‌های یادآورنده است. برای تأثیر بیشتر هنگام تزریق با قدری غضب وارد رنگ شود. سرم سوم سرم حضور عمومی. میلیون ها شهروند سرتاپ پاوریان مراکز قدرت را به مدت نامعلوم محاصره می کنند، آواز می خوانند و نرم می رقصند. جمعیت تظاهر کنندگان آنقدر زیاد باشد که پلیس و کشته شدگان به چشم نیایند. گرد همایی آنقدر ادامه پیدا کند تا قراردادهای تجاری، پول رایج، سندهای خانه و قباله‌های ازدواج بی‌اعتبار شود. به محض افتادن تب سرم به سرعت قطع شود. در هنگام تزریق وردهای موزون دگردیسی خوانده شود. 4. بعد از بیماری بیمار را در دل کویر لوت به همراه آب، گچ، آتل، باند، چسب، نخ، سوزن، میخ، چکش و یک گاری پر از استخوان‌های نبش قبض شده به تنهایی رها کنید. 7 پرستار را با 7 لپتاپ به روز با فاصله های مساوی در 7 نقطه خطوط مرزی کشور مستقر کنید. قبل از ترک بیمار از او بخواهید با مصالحی که در اختیار دارد یک روایت جدید از بودنش در جهان بسازد و در قالب یک عکس با موبایلی که در اختیارش میگذارید به پرستاران مرزی ارسال الکترونیک کند. به این نکته دقت کنید که روایت نوین هویت بیمار تنها و تنها توسط او و بدون کوچکترین مداخله‌ای سامان یابد. 5. پرستاران عکس ها را پرینت گرفته، در خردکن پودر کرده و در 7 سیلوی گندم که برای دوران قحطی در 7 نقطه کشور بنا کرده اید مخلوط کنند. برای هر 7 خروار گندم پودر یک کپی از تصویر روایت هویت نوین بیمار لازم است. 6. تمام خوراک موجود در مملکت جمع‌آوری و منهدم شود. تمام اغذیه موجود به نحوی از آنها آلوده است، ملاحظه نکنید. 7. روده شهروندان با روغن کرچک رایگان تخلیه و با رود شور به دقت پاک شود. 8. مردم در جماعت‌های پراکنده در فضاهای خارج از شهر بدوند و عقده‌های کودکی، تعرض‌های جنسی، حدیث‌های تقلبی، مشروب دستساز، کباب‌های گوشت خر، رنگ توالت‌های عمومی، بوی جوراب گرد همایه‌های اداری خود را تعرق و در صورت لزوم استفراغ کنند. 9. بین 3 تا 4 هفته قحطی نازل شود. 10. از گندم‌های آغشته به بودن خود ساخته بیمار که ذخیره در سوله هاست نان پخته شود. 11. به هر شهروندی که جفتی را عاشق کند به گربه چلاق پناه دهد، پیچ شلی را سفت کند، دست نوشته صدایی تازه را برای چاپ تصحیح کند یا دست به امری با نتایج متشابه بزند، قرصی نان به رایگان داده شود. 12. با میل کردن نان روایات جدید بودن در بدن و روان مردمان شامل شرایط فوق جاری شود. 13. زندگی میان سیر شدگان ادامه پیدا کند تا این بودن نوین به تدریج قوام یابد.
با حضور اولین آبستنی ها یا ظهور نسل جدید ترانه های همهگیر برای انجام چکاپ مراجعه شود. افزایش درخشش ادرار در این مدت موجب نگرانی نشود. تغییر رنگ کاملا عادی و ناشی از استفاده نان آماده شده با دستورالعمل بالاست. نسخه کاری است از ایرج فرشته.